سلام و هزار سلام به همه دانشجوهای بامرام و باصفا و محارب هموطن. بچه ها دم همگی گرم. حقا که گل 16 آذر رو همچی سرزب شوتیدی تو دروازه علی گدا و شیخ فری. اون چنان حالی از این جونه برای عمامدار گرفتید که تا دارن فراموش نمیکنن. صفای وجودتون که داغ 16 آذر 93 رو به دل دلواپس و دلارام و خلاصه همه اوباش حکومتی گذاشتید. دمتون گرم. بانی سیاسی باید کردن. به 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 به، عجب توفکیایی، عجب کف گرگیایی. نه متحری جام زهری رو بی نصیب گذاشتی، نه اون یارو نوچه ولایت عباسی رو. رسایی و شریعت نداری که اصلا کامل غلاف کردند و زدند به چاک. یه شیخ فری موند که اونم هرچی زور زد و دستچین کرد و فیلم بازی کرد آخرش نتونست از شعار دانشجوها در امون بمونه. ته ختم سوتی اعتدال رو داد. نمیخوام بگم دانشگاه خانه احزاب، حزب کار دیگری میکنه. ممکنه عده‌ای از دانشجویانم شاخه دانشجویی یه حزبی باشن، اون بحث دیگری است. اما اساساً دانشگاه و دانشجو در کلیت خودش دنبال کار حزبی نیست و دانشگاه خانه احزاب نیست. اینطوری هست؟ اینو خودت تنها گفتی یا از علی گدا کمک گرفتی؟ یه زمان دم از آزادی آکادمیک و این خزعبلات میزدی، چی شد اونم پس گرفتی؟ معلومه سنبه خیلی پرزوره نه؟ بدبخت کارت به جایی رسیده که دیگه نمایش اعتدالم نمیتونی بازی کنی. وقتی هم نوبت افه اومدن و قمپوز در کردن میرسه میپیچی تو فرعی سگ دعوا با رقبا. دانشجو باید نظارت کند. اگر هم دانشجو رو نگذاشتند جایی انتقاد کند، لااقل نسبت به دولت انتقاد کند. بنابراین چون به این دلیل گفتم که فعلا دیوار دولت از همه دیوارها کوتاه‌تره و هر کس به مناسبتی از گوجه فرنگی گرفته تا انرژی هسته‌ای نقدش رو نسبت به دولت روا می‌داره. به همین خیال باش. دانشجو و انتقاد، اونم از دولت آشولاش تو. ببین دانشجو دک و دنده خورد میکنه، دانشجو فک میدوزه. اگه شک داری خاطرات فتنه رو مرور کن، گوشی دستت میاد. اما اگه انتقاد دوست داری بیا، این تو و اینم شیخ رسایی دلواپس از مجلس بهوش که زامن رو ول کرده و دیوار کوتاه دولت تو کوبیده داره روش کله ملقم میزنه. آقای روحانی چرا امروز این تأسف دیروزتون رو جبران نکردید؟ اگر قرار آقای روحانی روز دانشجو برن دانشگاه برای کارمندا صحبت کنن، خب روز کارمند برن دانشگاه، چرا روز دانشجو میرن؟ آقای روحانی تو پیام همایش اعتدالشون میگن پیام اصلی اعتدال اینه که بگذاریم افراد حرفشون رو بزنن. ایشون تو دانشگاه میگه یه اقلیتی خوشحال نیستن، برن خوشحالیشون رو جای دیگه جبران بکنن. آقای روحانی برو تو صف نونوایی تا بفهمی اون اقلیتی که خوشحال نیستن کیان و چرا خوشحال نیستن. چقدر خودباختگی، چقدر قلب زدگی. تقی‌زاده ملعون سرش از گور بیرون آورده میگه دارید منو روسفید میکنید. قلب زده ها، کسانی که نفوذ کردید به اسم اعتدال. این اعتدال نیست، این کاریکاتور اعتداله، این دروغ. شکر. بزنی تو سر و عمامه هم پاچه بگیری.
تا اینجا که 3-0 به نفع دانشجوهاست. هرچی زور زدید نتونستید 16 آذر رو بکشید زیر عبای ملا. دانشجوها روزشونو از چنگتون در آوردن. تازه این اولشه. شعله های مقدماتی رو داشته باشید تا نوبت آتشفشون هم برسه. بحثای داغ و شفاف با آقای موشکار، با آقای موشکار.